سلام خدمت دوستان و تریدرهای عزیز. امروز ناحیه‌ای داشتیم که همونجور که می‌بینید یک برگشت خوب ازش شاهد بودیم. من انتظار این رو دارم که قیمت برای ایجاد یک لگ دوم، حالا چه برای تکمیل اصلاح خودش، چه برای اینکه بخواد کلا قیمت رو برگردونه به بالا، از این ناحیه‌ای که مشخص کردم انتظار دارم که قیمت بیاد یک نقدینگی رو جمع کنه و به سمت بالا حرکت کنه. ناحیه‌ای که بالا مشخص کردم میتونه بعد از حرکت قیمت به عنوان برای لگ دوم تارگت ما باشه و بعد از اون میتونه قیمت به سمت پایین حرکت کنه. حالا ببینیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. خب اینجا اون کندلی که من میخواستم با اون فرم حرکتی طولگ، حالا میبینید که به صورت مینور هم به صورت طولگ اومده پایین. اون کندلی که میخواستم رو بهم داد. یک پوزیشن میگیرم برای لگ دو و حالا فعلا تیپیم رو بالای این محدوده در نظر میگیرم، با فرض بر این که قیمت تا اونجا میتونه ادامه بده. حداقل تیپی 1.5 رو بهم میده. خب با توجه به مومنتومی که از قیمت دیدم، تصمیم گرفتم یک مقدار بالاتر معامله رو ببندم و میبینید که بسیار جای خوبی بستیم و قیمت هم طبق سناریویی که داشتیم از همون ناحیه به سمت پایین حرکت کرد.